زبیدالله روزق عضو پیشین ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را در بیمارستان زندان شهر وحدت بستری کردند. مقامات و نزدیکانش گفتند که این روحانی 80 ساله مبتلای بیماری دل است و یک هفته باز مریضیش شدت گرفته است. یک نماینده سرریاست اجرای جزا با شرط ذکر نشدن نامش 7 آگوست به رادیوی آزادی گفت زبیدالله روزق زیر نظارت پزشکان است. نزدیکانش از احوال او خبر میگیرند. به قبل این مصاحبه ما یگان فشار یا اذیت نیست. تا زمان زندانی شدنم گرفتار بیماری قلب بوده است. چند روز پیش درد دل یک باره خروج کرد. پیوندان زبیدالله روزق تصدیق کردند که او تا زندانی شدنش در سال 2015 یک دفعه دلش را تبابت کرده بود. حسام الدین زبیدالله پسر زبیدالله روزق روز 7 آگوست به رادیوی آزادی گفت پدرم 9 سال باز در محبس است. شرایط حتما تاثیر میرساند. یک برادرم در داخل کشور است. داروهای ضروری را با مشورت پزشکان به او میرساند. زبیدالله روزق در سال 2015 دستگیر و به 25 سال زندان محکوم شد. حسام الدین پسر زبیدالله روزق میگوید با نظرداشت سالخوردگی و بیماری قلب میخواهم به سرریاست اجرای جزا نیاد تابع وزارت عدلیه نامه نوشته آزادی پیش از مهلت پدرش را درخواست کنند. این در حالی است که زبیدالله روزق سال 2021 در نامه از رئیس جمهور تاجیکستان خواسته بود که برای بازبینی پروندهش در حضور کارشناسان و ناظران بین المللی و روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی مساعدت کند، ولی پاسخ مثبت نگرفت. در 2 سال آخر در زندان‌های شهر وحدت مرگ دو عضو پیشین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ثبت شده است. محمد علی فیض محمد 65 سال و جلال الدین محمودوف 63 سال داشتند. اعضای حزب نهضت اسلامی را به دست داشتند در حادثه‌های ماه سپتامبر سال 2015 که آن را آشوب نافرجام مینامند گناهکار کردند. رهبران حزب در خارجه دست داشتن خود را در حادثه 6 سال پیش رد کرده آن را بهانه از صحنه سیاسی بیرون راندن خود و طرفدارانش مینامند.